شر. در مزار بودیم، جناب مولانا صاحبم تشریف داشت. یکی از کسانی که 1.5 سال در راه تبلیغ رفته پیش روی من نشست. سوال کردم که آیا بنده در وجود فعل خود اراده داره یا نداره؟ گفت نه نداره. با سوال کردم که آیا کارهای نیک به اراده خدا می شود یا کارهای بد؟ با ما گفت که در کارهای بد اراده خدا نیست، در کارهای نیک است. نعوذ بالله من ذلک. با وصفی که عقیده مایی است که اراده خداوند متعال در کارهای نیک و بد هر دو شامل است، مگر عذاب مترتب بر کسب فعل است. بر فعل ما هست که او را اکتساب میکنیم. شرح عقاید میگوید وللعباد افعال اختیاریه، صفحه 64. وللعباد افعال اختیاریه يصابون بها ان كانت طاعه ويعاقبون عليها ان كانت معصيه لا كما زعمت الجبريه. برای انسانها کسبهای اختیاری قرار داره. انسانها کارها را به اختیار خودشان میکنه. اگر کار نیک بکنه خدا برش پاداش میته، اگر کار بد میکنه خدا برش عذاب میته. چنان نیست که عقیده و زعم جبریه است. جبریه یک گروه فاسد است که اونا عقیده داره که هر چیز خدا میکنه و بنده چیزی را کرده نمیتواند. رسول الله میفرماید صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیب، القدریه والمرجئه. دو گروه از امت ما است که در ایمان نصیب ندارن، در ایمان نصیب ندارن. یکی قدریه است، دوم جبریه. مرجئه جبریه است. جبریه کدامش است؟ محل استشهاد امید است. آنانی که وجود فعلا به خدا نسبت میکند. اگر ما عقیده داشته باشیم که هر چیزی را خدا میکنه یا تنها به اراده خدا میشود، این هر دو عقیده باطل است. اگرچه تبلیغی صاحبا عمل خوب دارن، مسواک دارن، ریش دارن، دستار بسیار کم دارن، یگان تاپه های سیاه دارن در پیشانیشان، اینی چیزا را داره که این علامه خوارج است. تفاسیر بحث کرده است. این علامه خوارج است که در پیشانی انسان تاپه سیاه پیدا می شود.